دوست عزیزم، دوست نزدیکم، برادر حقیقی شما سیرین دیرکتر در شرکت فدرلی یکی از توپ لیدران نوعی فدرلی فوریور کوچ موتیواتور عبدالزاده فیروز برای سلام علیکم دوستان عزیز یک بار دیگر سلام علیکم کردیم. اکنون امروز شما را آموزش می‌گذاریم در موضوع یوتیوب کانال. بسیاری از شما اگر اهمیت داده باشه من خیلی اهمیت بدم. بسیاری از آدمان نمی‌فهمن که از خانه‌شون بیرون برآمدن کار کردن. مثلا میگن که من می‌خوام که بیرون بیرون آدم دعوت کنم که در بیرون لیستو که تقسیم کنم. برای همین آدم‌ها راهی آسان است که برای چیکار کنن؟ آنلاین بیزنسشون پیش برن. توسط سامانه‌های اینترنتی، توسط اینستاگرام، فیسبوک، ایمو، مسنجر، واتساپ، وایبر، عموما همه چی کار میکنن. لیکن همین وقت‌های اخیر همین خیلی از استاتستیکاشو چرا که وقت میگن اکانجتا اگر شما خودت بسیارتر در بیزنس زنای خونشینه یا زنایی که بسیار در روسیه هستن با اویلاشون یا اینکه مردایی که همین بیزنس انتریسالا میکنن جلب کنه، همین یوتیوب یک پلتفرم عالی است. برای چی؟ برای که همین شوهرها زناش من نمی‌موندن که سوسیالی سیمولاشون و یا در فقط همین واتساپ اجازه داره برای که چیکار کنن؟ گپزنن که شوهرشون دیگه را ببینن و این یوتیوب ها چیکار میکنن؟ اینترنت میگذارن تماشا میکنن، اون چیزی اینترنت نمیشه، سریال تماشا میکنن، ویدیو تماشا میکنن. واسه همین یوتیوب دا همین آدمایی که فعالیت در بیزنسشون پیش میبرن آسان این سالی که سر شد بسیار شدن میبینن و من هم واسه این روز چیزی که شما نشون میدم این همش پرکتیک همش من شما این روز فقط کانال خودم نشون میدم که من چی خیلی همین در یوتیوب کار کردم سر کردم چی خیلی رزولتات ها بود واسه شما همتون شوق میافته بعد چی خیلی پیشروی شد چی کار کردیم که پیشروی شد. خب میخوایی که فهمه میخوایی که در یک روز مینیموم 5 نفر 10 نفر شما را نویسن همچنان کار کنید بیزنس پیش برید میخوایی؟ خب اینک شروع می‌نماییم. یوتیوب کانال پلتفرم عالی است برای بیزنسی ما شما را پیش بردن. خب برای بیزنس پیش بردن در یوتیوب 3 تا سیر اساسی است. الان همین 3 سیر اساسی اگر که شما پیداش واسه کنید و همین کارا شما انجام دهید شما در یوتیوب نه تنها از حسابی فعالیتی پول میکنید بلکه همچون شخصیت دیگه در یوتیوب مانیتیزاسیون میگیرد برای رکلام باز یوتیوب شما را ادینا با پول میکنه. خب حالا ببینید یکمش چی است؟ یکمش شما وقتی در یوتیوب کانالتون کانتنت را کار کنید کانتنت را رکلام کنید و آدم‌ها و تماشاگران پیشکش کنید که همون کار کردن شما چیکار میکنید؟ انجام دادنش دوست می‌دارید. یعنی مثلا من دوست می‌دارم ویدیوی موتیواسیونی را ساختن. من دوست می‌دارم درباره فعالیتی گپ زدن. من دوست می‌دارم درباره محصولات فعالیتی گپ زدن. من دوست می‌دارم مثلا پول بازم. من دوست می‌دارم شوز کنم. نه؟ همین مدارو. کارو می‌کنم که همین چیزی که دوست می‌دارید تو، انا همون چیزی دوست داشتن باشون باید که اولین درجه در مردم پیشنهاد کنید. برای چی؟ برای که همونی که شما مثلا پس دوست ندارید که نیمچو می‌کنید اون ویدیو کردن فقط این آدم‌ها رو نمی‌رن. برای چی؟ برای که شما خود همین چیزی که دوست ندارید یک بار می‌کنید، 2 بار می‌کنید، 3 بار می‌کنید، همون دیگه نمی‌کنید. فهمو؟ برای همین باید که شما اولین درجه الان همون کانتنت را انتخاب کنید. کانتنت یعنی موضوع را انتخاب کنید. شما همون موضوع را ویدیو کردن دوست می‌دارید. اگر که شما همون کار را دوست دارید این برای شما مجبوری نمی‌شود. یعنی بدیهی کامل برای چی؟ برای که من کار را دوست می‌دارم. اگر که شما وجود پروپاز دوست دارید شما را امروز مجبور می‌کنید که پذیرید شما خودتون می‌پذیرید. خودتون می‌پذیرید. الان همین که گرفتار پوکان می‌گیرید در اون باید بخونید در اون کار می‌کنید کامرا ویژه می‌کنید کامرا کردن می‌گیرید بعد گرفتار مونتاژ کرده در یوتیوب می‌پذیرید. عادی در اون چیزی پرسونال نگاه زدن در کار نیست. عادی چی کاری که گپ می‌زنید چی لهجه زیبایی که داره الان همین گپ زدن اونها رو پیشنهاد کرده. اونها دوست می‌دارن چیز عادی کرده شده. خب دوم سیر شما باید که دیسیپلین داشته باشید. چه دیسیپلین؟ مثلا این روز ما برای شما ترینینگ می‌ذارم همه موتیواسیون میگیرن. تمام من از همین روز که بردم سر کرده بیزنس ما در یوتیوب پیش میبرم.
Lekin merhaba, yakta video mipatira, duta video mipatira, seta video mipatira, bebine ki rezultat ce are? Nolai, girmonda bishava, i chi namikno. Baroy hamin, shuma boyad ki hatman, baroy peshari kardan dar YouTube disiplina dosha boshe.